دادگاه شهر خوجند روز 30 سپتامبر مرافعه مقیم اشوروف صاحبکار و قضای سروزیر تاجیکستان را شروع کرد. او به قلابی گمانبر می شود. ولی معلوم نیست نسبت اشوروف کی شکایت کرده است و اصل قضیه چیست. تنها از روی اطلاعنامه دادگاه معلوم گردید که مقیم اشوروف به قلابی مقدارش مخصوصاً کلان گمانبر دانسته می شود و دادرس اعمال او را از روی این بند پرونده محاکمه می نماید. در صورت تصدیق یافتن عیبنامه‌اش و مبلغ کلان جریمه می گردد یا از 8 تا 12 سال زندانی می شود. نظر خود او و وکیل دفاعش به این قضیه معلوم نیست. کوششی ما برای گرفتن نظر پیوندانش نیز نتیجه نداد، ولی در صورت آماده شدن آنها رادیو آزادی در این باره تفصیلات می دهد. در 2 سال اخیر این دومین بار است که مقیم اشوروف با این جرم بازداشت می گردد. به گفته سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت، او 8 می سال 2024 دستگیر گردیده و نیمه ماه ایول همان سال آزاد شد. بعد رهاییش خودش در صحبت با رادیو آزادی گفت که قلاب نیو قرضدار بود و آن وام را پرداخت. به گفته این صاحبکار بازداشت او به دعوای یک مزاجش ربط داشت. مقیم اشوروف 66 ساله بیش از 30 سال باز به تجارت و سیاحی مشغول است. از آن پیش به حیث آموزگار در مکتب‌ها کار میکرد. و نزدیک به 20 سال همچون مدیر شرکت سیاحی سپوتنیک مشغول به چین بردن و آوردن تاجران عمده فروش و کشاندن بار آنها بوده است. همچنین برای سیاحان داخلی و خارجی روادید نیز آماده میکرد. او در صحبت سال گذشته گفته بود که بار هم با مشتریان سر مبلغ بحث‌های دادگاهی نداشتند. یک پسر مقیم اشوروف با دختر قاهی رسولزاده سروزیر تاجیکستان عائله‌دار شده است. اشوروف میگوید فعالیت کاری او و فرزندانش به خویش و تبار یا خدایش بستگی ندارد. از سال 92 خطای با رفته آمده میجازهای برده باراشون آورده داده. من 32 سال میشد که با صاحبکاری مشغولم. هم صاحبکاری و هم سیاحی. خطا نکنم ممکن است که یک 400-500 تا میجاز هم باشد در دوام همین از سال 92 تا 2010 سال من فرزندان این تجارت دادم و خودم تجارتی یک کشاورزی کردی مشغول شدم. بازداشت دیگرباره مقیم اشوروف در حالی است که رسانه‌های تحقیقگر سال گذشته مالکیت بعضی از پیوندان قاهی رسولزاده را در سوخت و دوشنبه و دبی آشکار کردند و این گزارش در شبکه‌های اجتماعی باعث بحث‌های زیاد شد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.